در ناحیه اشت ولایت سوخت قیمت گاز را بالا برده و آن را یکسان با نقطه‌های فروش سوزشواری دیگر منطقه‌ها معین کردند. قیمت گاز مایع حالا در اکثر تابلوهای گاز فروشی اینجا 6 سومانی نوشته شده است. این هم در حالی است که تا چند روز پیش همین نرخ از 5 تا 5 سومانی و 30 درم بود. چند از کاربران رادیو آزادی هم از گران شده این نرخ شکایت کردند. تاجران درباره تغییر یافتن نرخ نخواستند در نزد دوربین صحبت کنند، ولی به ما گفتند که نسبت به پیشتر حالا گاز را با نرخ گرانتر گرفته ایستادند. قبلا نیز آنها گفته بودند که فایده زیاد هم نمیگیرند و ضرر هم نمیبینند. ناحیه اشت با ناحیه پاپ ازبکستان همسرحد است. ایده تخمین میزنند که احتمال این نوع سوزشواری از کشور همسایه آورده می شود. مقامات شرح ندادند. این وضع در ذهن اکثر خریداران سوالهایی را خلق کرده بود که چرا در یک منطقه دوردست تاجیکستان امکان ارزانتر فروختن گاز مایع هست و در شهر و ناحیه‌های نزدیک به مرکز نمیتوانند نرخ را پایینتر کنند، در حالی که به گفته تاجران منبع انتقال گاز مایع یک سرچشمه دارد. بیشترین نقلیات سبکرو در تاجیکستان از گاز مایع استفاده میکنند و بالا و پایین رفتن نرخ این نوع سوزشواری به جیب اکثر مردم میان حال در کشور تاثیر دارد. یک سوم حاضر از این سکر پیش ارزان بود 5 حاضر 6 شده. مثلا چوه گفته یک عمر میپرسید که چوه نه یه خواهی همه هفته ما شده از یک سال. همین کار شما چه تاثیر نکنه از قیمت شدن گاز؟ کم میگردیم نه یک سوم قیمت شد راست خودی ماشین باید میشه ارزان باشد کنیشن خوب ده پیشتر از همه جا همینجا ارزانتر بود. نرخ نوعهای دیگر سوزشواری به مثل بنزین و دیزل در اکثر شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت یک خیله است. تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کافی کارگرد نفت تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اصلا از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار یعنی بنزین و سلرکه میگیرد. از چند سال به این طرف مقامات میگویند کارخانه کارکرد نفت در دنغره فعال میشود، ولی افتتاح آن به سبب‌های گوناگون به درازا میکشد. با اطلاع رسمی گازپروم نفت تاجیکستان سه و آژانسی ذخیره‌های مادی در بازار نفت کشور سهم زیاد دارند. فراز شرکت متعلق به شمس‌الله صایبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان یکی از وارد کننده اساسی این بازار بود. شرکت 2 سال پیش در نامه به کمیته انداز گفت که به دلیل تاب نآوردن در بازار برهم میخورد، ولی یک تحقیقات رادیو آزادی نشان داد که این شرکت هنوز هم فعال است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه اشت.